سلام دوستان. یادتونه من توی پست قبل بهتون گفتم که ما 2 نوع پایه بلند داریم. الان اومدم اون نوع دومو از پایه بلند بهتون آموزش بدم. اون پایه بلند نوع دیگهش خیلی آسونه، اصلا مثل همون قبلیه، فقط ما باید ستا رو یه جا با هم بگیریم. ببینید من دستم رو میذارم روی کارم، یه دونه نخ میگیرم، میرم توی گندمکی که بافته نشده. ببینید 3 تا شد. یه دونه نخ میگیرم و از توی این 3 تا رد میکنم، خیلی راحت. دوباره پشت میل میندازم، میرم توی گندمکی که بافته نشده. میرم توی گندمکی که بافته نشده و نخ میگیرم از توی این 3 تا. ببینید دوباره از توی این 3 تا راحت من در میارم و خیلی آسونه. دوباره دستم رو میذارم، نخ میگیرم، میرم تو گندمک، 3 تا که شد دوباره نخ میگیرم و از توی این 3 تا رد